در نخست سرخط خبرها: حمله های بهاری بر علیه طالبان در 5 جنبش آزادی خواه شروع شده است. بعضی از باشندگان پایتخت میگویند که طالبان امروز اجازه ورود مردان به ریاست معارف شهر کابل را نداده‌اند. یک ملا امام مسجد و برادرش در فراه هدف تیراندازی قرار گرفتند. یک تن در فاریاب توسط قیچی کشته شد. شورای امنیت سازمان ملل خواستار بازگشایی مکتب‌های دخترانه شده است. سلام و وقتتان بخیر. به کانال ریال تیوی خوش آمدید. برای آگاهی از اخبار دقیق و تازه افغانستان و جهان این کانال را سابسکرایب نموده و علامت زنگوله را فعال نمایید. مشروع خبرها: مسئولان امنیتی در ولایت فراه میگویند که روز گذشته افراد ناشناس مسلح بالای 2 برادر تیراندازی کرده که در نتیجه آن یک تن آنها جان باخته و یک تن دیگر زخم برداشته است. این 2 برادر که از روستای بهبود و مرکز ولایت فراه هستند و در مسیر بازگشت از دکان طلافروشی خود مورد حمله قرار گرفته‌اند. محمد عارف عدیل سخنگوی پلیس ولایت فراه گفت مسلم و صادق شام روز گذشته بعد از اینکه از دکان طلافروشی خود به سمت منزل در حرکت بودند در مسیر راه مورد حمله افراد قرار می‌گیرند. او بیان کرد که در این رویداد مسلم بهبودی جان باخته و برادرش صادق زخمی شده است. همچنین عدیل تایید می‌کند که مسلم بهبودی ملا امام مسجد حضرت ابوالفضل عباس هم بوده است. وی افزوده که در پیوند به این قضیه 2 تن دستگیر شده اند و تحقیقات بیشتر در این باره جریان دارد. با این همه تاکنون هدف از این حمله بر روی این 2 تن مشخص نشده است. شورای امنیت سازمان ملل متحد با صادر بیانیه‌ای از حکومت سرپرست طالبان خواسته است که مکتب دخترانه را بازگشایی کند. شورای امنیت سازمان ملل متحد روز یکشنبه 7 حمل از ممنوعیت آموزش دختران بالای صنف 6 ابراز نگرانی کرده است. در بیانیه شورای امنیت سازمان ملل متحد بار دیگر بر حق تحصیل برای همه شهروندان افغانستان به ویژه دختران تاکید شده است. شورای امنیت سازمان ملل متحد در این بیانیه از طالبان خواسته که به حق آموزش دختران احترام بگذارند و به تعهداتشان در قبال بازگشایی مکتب‌های دخترانه پابند باشند. اعضای این شورا همچنین بر نقش هماهنگ کننده هیئت معاونت سازمان ملل متحد در افغانستان در حمایت از مردم در این کشور تاکید کرده است. منابع محلی در فاریاب تایید می‌کنند که روز گذشته یک مرد توسط قیچی به قتل رسیده است. منابع امروز دوشنبه 8 حمل به روزنامه 8 صبح گفتند که این مرد در ولسوالی گریزوان کشته شده است. به نقل از این منبع طالبان که نمی‌خواهند نامش فاش شود، فرد کشته شده قاری عین‌الدین نام داشت و باشنده روستای پلخسوز ولسوالی گریزوان بوده است. به گفته این منبع فرد متهم به قتل عین‌الدین از سوی طالبان دستگیر شده و به جرم خود نیز اعتراف کرده است. انگیزه این قتل تاکنون مشخص نشده است. افزایش قتل‌های مرموز در فاریاب سبب نگرانی باشندگان این ولایت شده است. آنان از طالبان می‌خواهند تا جلو ترورهای هدفمندانه را بگیرند. روایت مردم در کابل: طالبان امروز اجازه ورود مردان به ریاست معارف شهر کابل را نمی‌دهند. میگویند امروز برای مردان اجازه نیست، یک روز زنان بیایند و یک روز هم مردان. حمله های بهاری بر علیه گروه های طالبان به وسیله 5 جنبش آزادی خواه مختلف در 34 ولایت کشور شروع شده است. این حملات به شکل چریکی می باشد. طالب ها در حال فرار هستند. به خصوص در ورسج تخار 200 طالب سلاح‌های دستشان را فروختند و به کشور ایران پناهنده شده اند. شکل تهاجمی حملات این جنبش به زودی آغاز خواهد شد. این 5 جنبش جبهه مقاومت ملی، جبهه آزادی، نیروهای سلحشور عطا محمد نور، جبهه آزادی هزارستان
و نیروهای استاد سیاف می باشد. سپاس از این که تا پایان ویدیو با ما همراه بودید. برای حمایت از ما این ویدیو را لایک نموده و کانال ما را نیز سابسکرایب نمایید.